روز قدس روز امام زمانه. و معظم رهبریت اینجوری فرمودن مسئله فلسطین مسئله رمزآلودی است که گره خورده با فرج امام زمان. اینکه ایرانی ها در مقدمه ظهور میرن اسرائیل رو نابود میکنن و فلسطین رو آزاد میکنن، ربط بسیار مهم داره برای حرکت جهادی ما. نمیتونیم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم، بی خیال باشیم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر کس صبح کنه، از خواب بیدار بشه، روزش رو آغاز بکنه و اهتمام به امور مسلمان ها نداشته باشه، آدمی نباشه که به فکر مسلمان ها و جامعه انسانی و اسلامی باشه، این اساسا مسلمان نیست. فلیس به مسلم. از صبح باشه تا شب همش به فکر مسائل شخصی خودش هست. پس کسی میگه غزه و لبنان و عراق و یمن و اینها به ما ربطی نداره، این اصلا دین نداره، این اصلا مسلمان نیست. مسئله قدس مسئله آینده اسلامه، مسئله ظهور امام زمانه، به ما خیلی ربط داره. قرآن کریم میفرماید ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. شما چتون شده که مجاهده نمی کنید، جهاد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین؟ مستضعفین کیا هستن؟ مردان و زنان و کودکانی که توی جایی گرفتار شدن، دارن بهشون ظلم میکنن و میگن خدای ما رو از این مملکت ظالم نجات بده. شما چطور شده که نمیرید به جهاد برای نجات اون؟ اگه کسی واقعا تو دلش کینه نسبت به این ظالمین نداشته باشه، روز قیامت محشور میشه در حالی که در تمام جنایت‌های این ظالمین سهیم و شریک نیستش. اگه کسی مرگ بر آمریکا نداره، مرگ بر اسرائیل نداره، مرگ بر انگلیس نداره، مرگ بر عربستان نداره، خدا با همینا محشورش میکنه. قرآن صریحاً داره ما رو توبیخ میکنه اگر فکر جهاد و نجات دیگران نباشه. مسئله قدس مسئله آینده اسلامه، مسئله ظهور امام زمانه، به ما خیلی ربط داره. قدس همون جایی است که وقتی ایرانی ها آزادش میکنند امام زمان علیه السلام میاد و حضرت مسیح علیه السلام اونجا ملحق میشه به امام زمان و شروع حکومت جهانی امام زمان از این حرکت هاست. اینا مربوط به ماست. کسی بی خیال باشه روز قدس رو بگه به من چه ربطی داره؟ ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس